چت جی پی تی سلام، من با تو حرف دارم. میگم یک خفه شو. مال یزده، حسن آباد یزد کجاست؟ اینه که میتونی بگی لعنتی. میخوام ببینم که دوستم سعیده چه جور دختری هستش، آیا زن خوبی هست یا نه؟ بگو. من چیو یا چه جواب میده؟ چون که وایست قطعه. اون چه با من و تو مهربون نمیشه، نارفیق اون همیشه. همه جعفریا نارفیق اون همیشه. اون چه با دل ما صد تا بازی داره، دل سنج روزگاره. اینجا بود بای پارتی جعفری اینجا دختر پسر قاطیه، فقط تحصیب آفاق قاطیه. اینجا حالا باید بچه ها زنگینه، دلم شب جعفر غمگینه. من ماندانای تاریخ ایرانم، مادر کوروش شاه شاهانم، فرزند آخرین شاه مادم در سالت. من شاهزادم، دختر آسیای پیرم، در تاریخ زنی دلیرم، در شهرت منان مثلم، همسر کمبوجی اولم. از شبی آغاز شد داستان که خوابیدی شاه ایران، که درختی رفته تا آسمان، سایش تابیده به کل جهان. معبری گفت که روزی پسرم میگیرد تاج شاهی از پدرم. من فهمیدم که در خطرم، چون حامل فرزندی پسرم. پدرم داد دستور قتل پسرم، سرداری فرستاد به محضرم، ولی دید حال بدم که مادرم، دلش سوخت به حال جگرم. گذشت از گرفتن جان پسرم، از بخت و اقبال بلند قدرم. من پسری دارم که مفتخرم، چون شد منجی مردم کشورم. بابا باریکلا.